به نام پروردگار بزرگ و مهربان. معنی سوره العلق: بخوان به نام پروردگارت چه آفرید، همان که انسان را از خود بسته علق آفرید. بخوان به پروردگار تو کریمتر است، همان که به وسیله قلم آموزش داد و به انسان آنچه را نمیدانست آموخت. هرگز چنین نیست، انسان سرکشی می کند، زیرا خود را بی نیاز می پندارد. بی تردید بازگشت همه به سوی پروردگار توست. آیا آن کسی را دیده ای که بنده ای را هنگامی که نماز می خواند باز می دارد؟ من بگو اگر آن بنده بر راه هدایت باشد یا مردم را به تقوا فرمان دهد چه، و اگر آن شخص حق را تکذیب کند روی برگرداند چه، آیا نمی‌داند که خداوند همه چیز را می‌بیند؟ هرگز چنین نیست. اگر دست بر ندارید او را از موی پیشانیش خواهیم گرفت، همان پیشانی دروغی و گناهکار. پس هر که را میتواند به یاری بخواند، ما نیز فرشتگان سختگیر عذاب را فرا خواهیم خواند. هرگز از او اطاعت مکن، سجده کن، به خدا نزدیک شو.